درود بهتون، به کانال ادیفاکس خوش اومدین. امروز میخوایم توی 3 دقیقه با یک سایت و چند تا کلیک ساده ساخت یک لوگو موشن خاص رو بهتون آموزش بدیم. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. ابتدا از طریق لینکی که براتون توی دیسکریپشن گذاشتم وارد این سایت میشین. حالا توی این سایت میتونین از لوگوهاش برای کانال یوتیوبتون یا اینستاتون استفاده کنین. توی قسمت سرچش لوگو ریویل رو سرچ میکنین. اینجا براتون لوگو موشن های مختلفی لود میشه روی صفحتون که حالا اون لوگو موشنی که مد نظرتونه و به نظرتون اوکیه برای چنل یا حالا اینستاگرامتون رو میتونین انتخاب کنین. من یک لوگو موشن رو انتخاب کردم. همونطور که این اولی پیشنمایش از اون لوگو موشن رو بهتون نشون میده که اون گوشه 3 تا سایز داره که حالا میتونید شما اون سایزی که مد نظرتون برای لوگو موشن رو انتخاب کنید. من اینجا سایز 16:9 انتخاب کردم که برای چنل یوتیوب مناسبه. اینجا حالا یک صفحه براتون باز میشه که گزینه‌های ادیت داره برای ویرایش اون لوگو موشنتون. حالا اول یه پیشنمایشی از اون لوگو موشنتون میبینید، بعد میتونید تایمش رو کم و زیاد کنین، میتونید لوگو موشنتون رو عوض کنین، لوگوی داخل تصویر رو عوض کنین، متنش و تکستش رو عوض کنین. حالا گزینه‌های ادیت دیگه‌ای داره که اونا رو باز تو خود سایت شما میتونید باهاش کار کنید. حالا اینجا براتون یک تایملاین اون پایین باز میشه که میتونید ساند افکت لوگو موشنتون رو عوض کنین، میتونید تایمش رو کم و زیاد کنین همونطور که گفتم. و حالا جلوتر آموزش میدیم که لوگویی که داخل لوگو موشن این سایت استفاده شده رو تغییر بدین به لوگو موشن خودتون، یعنی لوگو موشن اختصاصی خودتون رو با این سایت درست کنین. برای تغییر دادن لوگوی لوگو موشن از قسمت بالا سمت چپ مدیا لوگوی اختصاصی خودتون رو آپلود میکنین توی سایت، بعد حالا انتقالش میدین روی لوگویی که توی لوگو موشن هستش. حالا اینجا چند تا قسمت ویرایش و ادیت داره که اونا رو باز خودتون توی سایت کار کنین دستتون میاد. میتونین مثلا حاشیه دورش رو عوض کنین، کادرش رو عوض کنین، محوش کنین، میزان شفافیتش رو و حالا تغییراتی که اونا دیگه طبق دلخواه و سلیقه خودتونه. برای تغییر دادن تکستی که داخل لوگو موشن هست شما اول روی تکستتون کلیک میکنید، بعد دابل کلیک کنید. حالا میتونید اون تکستی که داخل لوگو موشن هست رو طبق سلیقه خودتون یا نظر خودتون عوض کنید. حالا من اینجا اسم چنل یوتیوب خودمون رو تایپ کردم، یعنی شما توی این سایت حتی قابلیت تغییر اسم داخل لوگو موشن رو هم دارید. توی این مرحله لوگو موشن شما با تغییراتی که روش اعمال کردین آماده است. در آخر از قسمت فلش مشکی بالای صفحه میتونید تنظیمات خروجی گرفتن لوگو موشنتون رو انتخاب کنید. حالا کیفیتش چند باشه، چند فریم بر ثانیه باشه، اینا رو حالا تغییر میدین طبق محتوایی که میخواین انتخاب میکنید و بعد خروجی رو میزنید. این مرحله لوگو موشن شما آماده شده و در حال خروجی گرفتنه. و حالا تنها مشکل کوچیکی که این سایت داره واترمارک سایتیه که اون بالای صفحه هست. حالا شما میتونین از خود لوگو موشنی که توی پیشنمایش صفحه هست رکورد بگیرین، بعد حالا با برنامه ادیت اون رو ویرایش کنین، یا اینکه میتونین حالا توی برنامه ادیت، اینشات، کپکات یا حالا هر برنامه‌ای اون کاد رو برش بدین. ممنونم که تا آخر این آموزش با ما همراه بودید. چنلمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو حتما فعال کنید. از آموزش‌های بعدی جا نمونید. بدرود.